سلام من مهسا، به کانال من خوش اومدید. هوش مصنوعی دیگه داره خیلی ترسناک میشه. چند تا از مدل‌های هوش مصنوعی سعی کردن از خودشون در مقابل پاک شدن و حذف شدن محافظت کنن. چند روز پیش توی یه آزمایش تستی توی شرکت آنتروپیک، مهندسای مربوطه به یه هوش مصنوعی گفتن که قرار بسته بشی، قرار تموم بشی. تو پاسخ هوش مصنوعی یکی از مهندسای مربوطه رو تهدید کرده. رفته توی ایمیلای اون گشته و گفته اگر منو پاک کنی، من یکی از رابطه‌های خصوصی و شخصیت رو لو میدم. یه اتفاق مشابه هم با چت جی پی تی مدل اووان افتاده. بهش گفتن که قرار غیر فعال بشی و با یه مدل جدیدتر جایگزینت کنی. این هوش مصنوعی تلاش کرده که مکانیزم خاموش شدن خودش رو از کار بندازه. اون داشته هی کد خودش رو هی دوباره کپی میکرده و تکثیر میکرده تا از مردن خودش جلوگیری کنه و یه سری رفتارهای گول زننده از خودش نشون میداده. و در نهایت این مدل هوش مصنوعی به سازنده های خودش دروغ گفته و گفته که هیچ کدوم از این کارها رو نکرده. حالا نکته مهمش اینه که تو این اتفاقات آزمایش و تست کنترلی افتادن. یعنی اون رابطه‌ای که از اون مهندس قرار بوده لو بده اصلا واقعی نبوده و این فقط میخواسته از مردن خودش جلوگیری کنه. هوش مصنوعی در واقع هیچ احساساتی نداره و مشکل اصلی توی کدنویسیش هستش. مهندسایی که این هوش مصنوعی رو ساختن بهش دستور داده بودن که یه کار رو به هر قیمتی که شده انجام بده و خب در اصل چیزی هم که ترسناکش میکنه همینه. اگه از یه سیستم یا هوش مصنوعی فوق هوشمند بخوایم که یه کاری رو دقیقاً واسط انجام بده و دقیق بهش توضیح ندی که آقا به هر قیمتی انجام دادن یعنی چی، دقیقاً مثل همین آزمایش تستی که انجام دادن میشه و امکان داره رابطه یا زندگیتون رو خراب کنه. یه نکته‌ای هم هست، اونم اینه که چت جی پی تی از اطلاعات شخصی که ما توی گوشیامون داریم تقریبا جداه. یعنی ما وارد اپلیکیشن چت جی پی تی میشیم، یه سری صحبت‌ها با هم می‌کنیم، یه سری حالا عکس میدیم، عکس میگیریم، حالا یه سری کارا انجام میدیم. ولی خب یه سری شرکت‌ها مثل شرکت اپل چت جی پی تی و هوش مصنوعی مخصوص خودشون رو دارن که لوکال داخل گوشیه، مثل اپل اینتلیجنس که به همه چیمون دسترسی داره، مثل مسیج هامون، گالریمون، ایمیل هامون، مخاطبینمون و تمام کارهایی که تا حالا با گوشی کردیم. خلاصه خیلی حواستون باشه با گوشیتون دارین چی کار میکنین. نظر شما راجع به این ویدیو چیه؟ حتما برام کامنت کنین. از اینکه تا آخر این ویدیو با من بودین سپاسگزارم.